خب اول بگم که با مدل جدید ما خیلی بیشتر از اون قبلی حال کردم. یه داستانی یادم من گفتم بیام بهتون بگم سریع و برم، چون یه چند دقیقه دیگه مشاوره دارم، میخوام صحبت کنم با روانشناسم. من با یکی آشنا بودم، اصلا دوست ندارم اونو بگم، دوستم بوده. بعد اون همون 1 سال پیش بود، 1 سال و نیم پیش بود. یه بار سر زده و من خونه منو، خب من اصولا از اینکه یه نفر سر زده بیاد خونه مثلا خوشم نمیاد. بعد ولی با خودم گفتم که خب فروزان ما مهاجرت کردیم و اینا، و حالا بپذیرش و مثلا بشین با هم گپ بزنیم و اینا. بعد داشتیم حرف میزدیم و گفت من برم سرویس بهداشتی. گفتم آره برو. بعد من براش مثلا یه میز چای چیده بودم و مثلا هرچی چلسمای کوچولو کوچولو مثلا بادوم و توت خشک و میوه خشک و اینا داشتم مثلا دیزاین کرده بودم و اینا. بعد این هفته از شویه اومد. بعد من خیلی سعی کردم مثلا یه شمع روشن کرده بودم اینه که اون شبش خوش بگذره. بعد یهو برگشت به من گفت که این رو سر سیفونتون رو یه دستمال بکش، خاک گرفته. بعد با خودم گفتم که اولا که تو اینا همه زیبایی که توی خونه من خیلی هست و خونه من یکی از زیباترین خونه هایی که تو زندگیم داشتم، از لحاظ لوکیشن، ویویی که داره، و همه اینها و این میزی که تو یه مهمونه ناخونده بودی بدون اینکه من دعوتت کنم، یهو اومدی خونه من ندیدی، بعد این سیفونه من دیدی. و بماند که اون آدم چقدر سمی بود و من کامل حذفش کردم از زندگی. ولی یه چیز جالب، هر وقت که سیفونه میزنم یادش میفتم. خلاصه یادتون باشه که چه خاطری با آدم رو میذارین، این خیلی نکته مهمیه. و اینکه زیبایی ها رو ببینین، دنبال نکات منفی نباشین. نکته امروز برای شما. فعلا خدا نگهدار.